بسم الله الرحمن الرحیم. یک پیام دارم با تمام ملت افغانستان، چی در داخل کشور هستی چی در خارج کشور هستی، تمامتان بدانید که طالب یک طالب وحشی است که نه انسان است نه بوی انسانیت در وجود از او است. کسایی هستند که ولایت پنجشیر از زیر توپ و طیاره گرفتند، پاکستان مستقیم دخالت کرده در مسائل پنجشیر. تمام مردم افغانستان بدانند که آنتن تلفن سر ما پنجشیری ها قطع است، مواد غذایی قطع است، اصلا یا انسان نیستند حیوان هستند. ما سنگ میخوریم، سنگ این جبه مقاومت اعلان میدیم، سنگ میخوریم جبه مقاومت اعلان میدیم. نه بچه اومدگی با پنجشیر ای تاجیکستان. مردم پنجشیر هیچ تشویش نکنین، شالوم یوین.